بابای ملا، من یک زنی خانشین از ناحیه مومن آباد، با سوال من جواب گردانید. مرا میگویند که سر شوهر را تراشیدن طلاق می شود. من سر شوهر و اعضای بدن را تراشیده ریشش را تازه میکنم. التماس جواب گردانید. در کسیتا ثبت شود من گوش کنم. پسرم در ملک روسیه است. من از قشلاق چیل دخترکان هستم. در حقم دعا کنید. خدا فرزند صحت و سلامت به خاندان رسانه و خدای مهربان توفیق و هدایت تو خواهر و مادر عزیز را پروردگار بیشتر گرداند. ولی برای تراشیدن سر شوهر، خواهرای عزیز، مادرای عزیز طلاق نمی افتد. اینا غلطن. اینا من جمعه گذشته گفته بودم که این پیشنهادهای بعضی از گویم اگر دشمنم گویم غلط نمی کنیم. خب دشمنهای دین ما هستند که زنها در مردها خدمتگار نباشند، خب و مردها را اطاعت نکنند. ولی خواهر عزیز من خبر دادم که تو در هر یک تاری همون موی سری که از شوهرت می تراشی خداوند برای تو ثواب میتید. هر یک تارش ده. خواهر عزیز آخه این گویم یکی از وظیفه های جانی تو هست. تو شوهر اگر مثال سری او را تراشیده توانی و با آب گرم نرم کنی و خود ملایمی خوشرو گیری، البته این بالاتر و بهتره. هیچ وقت طلاق نمی افتد، برعکس در زندگی شما با برکات می شود. ولی اگر کلانسال باشه و خواهش ریش ماندن نداشته باشه، ریش تراشی انجا گناهگار میشه. ریش نتراش. دلالت کن که مثال مردک ریش بمان. من بر ریش چقه نمیشم، برای ریش گجای دم میتروش تراشیدم بگی من ریش نمی تراشم لیکن سرتا می تراشم. خب خواهر عزیز خدا نگه داره. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. ما 4 کس از ناحیه خراسان برای زیارت شما آمدیم. نسبت شما بسیار مهر و محبت داریم. در آخر خواهانیم که برای ما یک دعای خیر کنید. اینجا در بازم برادرای ما از دیگر ناحیه های عبدالرحمن جامی و از دوشنبه و از قرغان تپه و در این مسجد ما و شما مهمان هستند. خدای مهربان زیارت های همه این برادرای ما را قبول بگرداند و نمازهاشون را پروردگار را قبول بگردانی و با صحت و سلامت به خاندانشان رسانی. آمین یا رب العالمین. سلام بابای داملا. در اول از خدا تمنا میکنم که باز هم علم شما را زیادتر گرداند و عمر شما را دراز پربرکات گرداند. بابای حاجی من یک زن دانشجو و مخلص اشدی شما هستم. مرا خدا به درگاهش قبول کند. نمازهایم را میگذارم، قرآن نیز میخوانم. از شما خواهش میکنم که برای من یک کف دعا کنید. با احترام مخلص اشدی شما. بابای حاجی میرزا، شما برای این مردم تاجیکستان و بیرون از وی نعمت بی‌بها هستید. آیا رخصت هست که در حق شما بیشتر دعا کنیم؟ زیرا در برابر دوستانتان شما دشمنهای زیاد نیز دارین. خدای مهربان شما را عمر دراز دهد. خداوند شما را همچو بنده در درگاه خودش قبول گرداند. خدا عفت شما را بلند گرداند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. ما با کسی دشمن نیستیم برادر. بگذار با ما کسی دشمن هم باشد، ما با کسی دشمن نیستیم. والله که با کسی دشمن نیستیم. قسم به نام پروردگار من دشمنی ندارم با کسی، چاره هم نمی جویم. اندیشه‌های بدم در حق یک کس والله که ندارم. ولی بگذار کن خیر. گفتی حضرت مولوی نه گل بخار می روید در این باغ. هیچ وقت گل بخار نمی شود. حتمی گل پهلوش در خار داره. نه گل بخار می روید در این باغ، ملال بلبلان از دقدقی زاغ. البته هر یک بلبل با خودش زاغ هم داره. برای این میراثی هست که از پیامبرها آمدن. همه با خود دشمنهای داشتند، دشمنهای سرسختی داشتند. ولی ما فقط دعاگوی هستیم که خداوند اونها را هدایت کند، خدا اونها را توفیق دهد. خداوند آن دشمنی که اونها دارند، اگرچند که دشمنی اونها هیچ معنی ندارد، خداوند در جایی که در خانه اونها
دشمنی اهل علم جا کردی، اون خانه را ویران کو، اون خانه را به یک خانه محبت و به یک خانه احترام پروردگار رو مبدل بگردانی. آمین یا رب العالمین. ما از شما همیشه خواهشمان همینه دادر عزیز، شما در نمازاتون اگر لایق باشیم در حقمان دعا کنین، همیشه دعا کنین. ما همیشه احتیاج به دعا داریم. وقتی حضرت عمر رضی الله عنه اراده حج عمره کردن، پیش پیامبر آمدن، گفتن حضرت، گفتن من اراده حج دارم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن یا اخی لا تنسنا من دعائک. حضرت عمر گفتن وقتی به زیارت خانه کعبه که رفتی و مشرف شدی، پیامبر را در دعات فراموش نکن، تو در حق محمد دعا کن. حضرت عمر گفتن این چیزی که پیامبر از من خواهش کردن برای من از دنیا و آنچه در دنیا بود محبوب تر بود. برای من وقتی پیامبر از امت خود طلب دعا میکند، چرا ما طلب نکنیم؟ چرا ما خواهش نکنیم؟ برای من همیشه دادرای عزیز اگر یادتون زدیم دعا کنید، انشاءالله فراموش نکنید که پیامبر گرامی گفت است که اذا دعا الرجل لاخیه بظهر الغیب قالت الملائکه ولک بمثله. اگر شما در حق یک برادرتان که وی نیست در پیشتان، در غایب شما یعنی در پیشتان نیست، وی نمیشنود، ولی شما وقتی در حقش دعا میکنین، پیامبر گرامی گفت که ملائکه هایی دارد پروردگار که همون دعایی را که در حق برادر کردی، همون دعا را ملائکه ها در حق شما میکنند. برای من شما اگر دعا کنین، هر دعایی که کنین، بد کنین، دعای بد بگیرین، دعای نیک کردین، خدا دعای نیک از جانب ملائکه ها به شما میرساند. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یک برادر شما از شهر کلاب. من دیروز پیش در خوابم شما را دیدم که با همراهی شما در توی معرکه ها امر معروف کرده ایستاده ایم. در همین خواب من جواب دهید، زیرا که من نه روزه دارم نه نماز. انشاءالله اینم خدای مهربان شاید سبب هدایت شما کند دادر عزیز، که اگر من راستی بار خود من اهل علم گفتن در غلط نمی کنم، ولی عالم و ولی داملا گفتن در شهر میکنم، ولی وقتی که یک اهل علم شما در خواب میبینین، انشاءالله اینم از همون تینت پاکی تو خبر میتید، اینم از همون وجود خوبی تو خبر میتید که یعنی وجود تو قابل هدایت هست. برای همین دادر عزیز وقتی که در خواب دیده باشی که پند و موعظه و با اهل علم سیر و گشت داری، این اشاره به اون است که تو دنبال اهل علم ده باش، تو به مسجد برو، تو نماز بخوان، خدای مهربان شاید از تو بنده خوب را در آینده انشاءالله پروردگار مهربان نصیب روزیت بگرداند. از کی میگفت؟ لایق شیرالی میگفت خدا رحمتشان کند که خدایا ردیف کن از آن روز مرا همسایه صاحب دلان کن. حتی در گورستان مرا یک آدمی صاحب دل، یک آدمی خداجوی در گورستان اگر همسایه من کنی، خدایا من به سوی تو خواهشم همین است. ولی وقتی مرده اهل علم که برای تو نقش بازد، چرا زندش در کار نباشد؟ چرا زندش برای تو فیض نیارد؟ برای من خواهر دادری عزیز، نماز و روزه کاری هست که هیچ وقت پشیمانی نمیارد، همه کار پشیمانی دارد. ولی به چی کارهای نادرست در یک زمان چنگ زدیم، امروز میستیم فکر میکنیم میگیم خیلی کاری نادرست کردیم. ولی اگر نماز خوانده باشیم، روزه را از وقتش گرفته باشیم، با شکرگزار میشیم که ای پروردگار به عدد به سوی تو شکر که از جوانی مرا توفیق دادی. این هیچ وقت پشیمانی ندارد دادر عزیز. السلام علیکم بابای حاجی، 6 ماه زیاد ایستادن در راه سفر به نکاح ضرری دارد یا ندارد؟ چطور از سفرکی میشوند، مثلا 6 ماه، 1 سال، 2 سال در سفر میستند، از زن دورن، آیا می در نکاح ضرر میرساند یا نه؟ نه، ضرر نمیرساند، ضرر نمیرساند. فقط ضرر از ضرر دم با ضررتر این است که وقتی که تو نفقه ایشان نمیرسانی، با گذشتن 1 سال 2 سال در بین شما نکاح تان بریده نمیشود. ولی سخن پیامبر گرامی که این لبدنک علیک حق،
ولی زوجک علیک حق ولی اهلک علیک حق. انا همین حدیث تو را میکشد. انا همین حدیث پیامبر گرامی حال تو را در روز قیامت و در خانه قبر و در همین دنیا حال تو را بد میکند که پیامبر گرامی میگه بدن بالای انسان حق دارد، زن بالای مرد حق دارد، فرزند بالای پدر و مادر حق دارد. همین حق‌هایی را که امروز دادرای ما 6 ماه و 1 سال میایستند و زنها را فراموش میکنند، پدر و مادرها را فراموش میکنند، انا همین سخن پیامبر که حق به حقدار نمیرسانیم، انا اینجا در ما و شما در پیشگاه خداوند بعد آدم خجالت و آدم در ذلت و آدم در خواری به حساب میرویم. برای این همیشه کجایی که رفتین اون یک شما فراموش نکنین که حتی برکت مرد در حدیث های پیامبر میاد از حساب زن هم میشود. شخص پیش پیامبر گرامی تعلیم میگرفت، یک جوانه، بعدا برادرش آمد نزد پیامبر و گفت ای پیامبر گرامی آخه این دادری من دایم در صحبت توست، دایم در محفل های درسی توست، آخه این زن دارد، کودک دارد، او بگذارش رو زن کودکش تامین کند، همه این در گردن من است. گفت برادر شکایت کرد. پیامبر گرامی گفت دادری عزیز، گفت من برای تو گوشزد میکنم که انمون درآمدهای فراوانی که خدا برای تو داده است و آن ذخیره هایی که تو در قفای خود داری و امروز این امکانیتی که تو را خدا داده است که خودت هم سیری، زن هم سیر است، کودکات هم سیر است و این زنی دادر و فرزندای دادر سیر است، همه این به خاطر انمین فرزند، اینمین دادری که پیش من درس میگیرد، به خاطر این خدا تو را این داده است. فراموش نکو. گفت ببینم به خاطر یک نفره خدا دیگر کس برکت میتید. برای همین بود که پیامبر گرامی یک شخص آمد گفت من چیزی ندارم، پیامبر گفت زن بگیر. دویم بارم آمد گفت آخه یک بارت از همه ماندم، با گفت زن بگیر. وقتی در سیوم زن این شخص میگد اون چنان ثروتمند شد که حتی انسانی شد که دیگه به مردم زکات میداد. ببین خداوند به توفیل زن این مرد صاحب دولت و صاحب ثروت کرد. برای همین همون نکاح ها در وقتی که دامله ها میگن 6 ماه اگر بی نفقه بگذاری زن مخیره هست، میتواند که خودش را به یک طلاق باین حرام طلاق گرداند. این زجری است دادر عزیز. این برای آن است که یکی تو به عقلی و به فهمی نکنی، زن فقط برای یک جاگه خوابش نگیری، بلکه مسئولیت زنداری را دانی. دائم توجه و دائم فکر تو برای این زن و برای آینده های زندگیتان باید باشد. این به او خاطره. ولی نکاحتون در ضرر نیست، ولی برای نرسانیدن این نفقه تو در پیشگاه پروردگار آدمی گناهگاری. خیلی آدم وقتی نفقه را ندهد برادر عزیز یک بدبختی دارد، میگه خیر عادت است، گندگی کردن هم عادت است، ولی نفس یکی از اینها را قبول میکند. وقتی تو 6 ماه میگذرد، 1 سال میگذرد، سوم روان نمیکنی به زنتا یا به فرزنداتا، تو را میده پروردگار دلت سیاه میکند، دلت سخت میکند، تو بیرحم میشوی، آیسته آیسته بعد در همین سین جوانیت بعد به دست یگان با نامرد دیگه کشته میشوی و دنیا را پدرود میگوی میروی. این از آفتاش دادرای عزیز. خداوند پیامبر گرامی را بین در حدیث ها میگه من لم یرحم الناس لا یرحمه الله. کسی در دنیا رحم ندارد خدا به او رحم نمیکنه. کسی زن تامین نمیکنه آدمی بیرحمه. کسی به فرزندها خرید نمیکند ویم آدمی بیرحمه. برای این آدم بیرحم کی شد خداوند به او رحم نمیکنه. شما جمله اونا نشین. شما تمام وجودتان، تمام هستیتان در بالای زنهاتون حواله کنید. جانتان برای زناتون تین. این اسلام دادر عزیز، این دینه که شما را تاکید میکند و عاشرهن بالمعروف. خدا میگه اینا شما با زنها زندگی خوب، زندگی نیک و همیشه نفقه ایشان باید که رسانی. شما ننگ داشته باشید، ناموس داشته باشید که وقتی زنی تو از خانه تو برای روا خانه شونده گوید آخی چیزی در خانه نیست خوردنی،
نه لباسم تامینه، نه شکمی سر داریم. مقصد دیگه وقتی از پشت تو شکایت میکند، همین آدم ناموسدار مردنش بهتر است. در عرب ها یک مسئله، عرب ها را ببینید، میگه مرد اگر در خانه میرد اون نامرد است. مرد میگه باید در کوچه میرد، مرد باید در بیرون جان به حقیقت میگن. مراد یعنی بیرون از خانه باشد، همیشه پایبند مشغولیت باشد، کار باشد. خب آدم تا چند سعی کند برادر عزیز، شیخ سعدی میگفت در قبضه سعی هست کلیدی در روزی. ولی این آدم چقدر میگه سعی کند، دوادو کند، کوشش کند، خداوند ریسک او را فراوان میکند. در قبضه سعی هست کلیدی در روزی. شیر از کشیش طفل به پیستان بدر آید. حتی بین میگه می طفل بین تا دم نکشد، تا همو حرکت نکند، شیر خورده نمیتواند. برای همین شما کوشش کنید دادرای عزیز که در پیش زنهاتون با طعنه نکند. خیلی که امروز دنیای کفر مسلمان تنقید میکند که یک ولسفه ساز کرده نمیتونید. ببینید تمام چیز از دولت‌های دیگر میگه میخرین، چی خیلی ناموس دارین میگه. کنی میگه ترقیات شما، کنی پروگرس شما. خیلی که طعنه میکند، زنه کم طعنه میکنه وقتی که چیزی نیاد میگه کجا آمد یا که نرفتی از جا کار کنی. کنی دیگه گپ زده تمام، دیگه زبانت بسته است. میرزا ترسونزاده را خدا رحمت کنه میگفت به پول سخنت اثر ندارد، پول نداری گپ نمیگذرد. به پول سخنت اثر ندارد، حالی که تو داری خر ندارد. همیشه و دیگه بعد او دستکت کی پر باشد، سید کاکورا که مثال آوردی، خب زنه که فرمان هم داده میتونی یا سیاست هم کده میتونی، هیچی نداری و با همین اکت تو غضب سیاست کنی قد هیچی نمیداند. برای می کوشش کنین که انا همینجا دم گپ تان میگذرد، وقتی دستان پرای کوشش میکنین خانه را تأمین میکنین، انشاءالله شما چی هستین؟ انا بچه‌های گویم دیندار و بچهای با اقبال و بچه‌هایی که انشاءالله در پیشگاه خدا قدر و قیمت داره. سلام داملای عزیز، اگر طهارت تنگی کند، شرایط نباشد، طاقت کنی نماز را خوانی درست میشود ولی ثواب ندارد. وقتی آدم طهارتش تنگی داره، خب نمیتونه خواندن، مثال مشکل میخونه شو به یک حال زاره، همین نماز ای گردنت ساقط میشود و ولی ثوابش نمیگیری. باید نماز به حضور دل خوانده شود. میره طهارت میکنی، خوش رو طهارت میکنی و میای به حضور دل آهسته نرمک که خوب نماز میخوانی، خدا انشاءالله هم قبول هم ثوابت میتیه. یکی این خیلی که طهارت تنگی داره و تو به زوری مثال نماز خواندی، اگه این نماز ثوابش دست بکش، این ثواب نداره، زیرا او در دل خودت قبول نیست دادر عزیز. خودت امی خواندگی ناراحتی، حتی بعدا پشیمان میشه. السلام علیکم دامنو، من در وقت نماز خواندنم بر پیش نظرم هر فکرها می آید، چی کار کنم لازم است؟ زیادتر نماز تهجد خوانده در عزیز، برای آنکه در ذهن تو چیزی تر خلل نتید، تر در تشویش نیارد، نماز تهجد از زیادتر خوان. خیز از ساعتهای 3، بخیز از ساعتهای 4. خب شما نمازهای تهجد خوانین، از 2 رکعت تا 8 رکعت طهارت کن، نماز خوان، از پروردگار خواهش کن که خدای مهربان یگانه عبادتی که بنده با تو راز میگوید این نماز است. من در همین نماز شیطان مرا وسواس میکند، هر خبر و فکرهای زیاد در ذهن من میارد، خدای مهربان همین ها را دور کن. انشاءالله دادری از جمله کسانی میشوی که یگان فکر خیال دیگر در ذهنت نمی آید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بابای حاجی میرزا، ما یک گروه جوانان از ناحیه واسه با شما یک سوال داریم. شخصی که عرق نوشد و به مسجد آمده اذان دهد آیا درست است؟ خواهش دارم که همین جمعه با سوال من جواب دهید. مخلصان اشدی شما. خیلی ثواب فکرم در یگان جا وجودم ندارد دادر عزیز، و این سوالم سوال نیست که انسانی که عرق نوشد و آید و اذان گوید. این خیلی مسجدی هست که امام ندارد، محله هست که ننگ ناموس ندارند. نخواه مسجد
شخص به طهارت در آمدن در مسجدش اجازت نیست. به طهارت اول کجا انسانی که حلق او از این زقوم دوزخی ها ریخته شده است، از این حرام کرده خدا در بطن او در وجود او میاد الله اکبر میگد، روش سیاه میکنه. دادر عزیز، او از آن کسی اگر همون خیلی معزین دارد نماز شما نماز نیست. تماما بینه خدا قرآن در سوره مؤمنون در قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. خدا میگه نماز همون مؤمن در پیشگاه خداوند قدر و قیمت دارد که نمازش از ترس خدا باشد. و از آنه که میتید کجا ترس خداست؟ ترس خدا عرق می نوشد. همون مسجدایی که مردم از سر لیج من میکنین، آستین کلته من میکنین، همون عرق نوشا را من نمیکنین. خیر یک جوان سرش لوچ کنه، آستینش کلته کنه، میانامان بستگی قوقامان انداختگی قورش میکنین. کنه اینا را خیلی چه قشنگ از مسجد اینا را تازه کنین. من بودم در همون بعضی مسجدها، اکنون نایش نام نمیگیرم، همین جوانی در آمدگی را یک جیلک ای خرد بو میکنه در اون مسجد. اون مسجد را بینین به نام خدا آدم طبیعتش خیره میشه، نخوام مسجد این قبوی کند. میدرای یک گلیمای کونه چیر خاک در همونجا مردم نماز خواند، یک جیلکار در تنه همون دیوال کشالن، دیگر رنگی او را نمیفهمی کدام رنگ او. جوانی در آمدگی را میره پوش، یک تاقی دیگر نمیدانم او چکل تاقی باشد در سرای مثال مردم انداخته و نماز تخوان. این قد دلسوز که باشی پیش راه ایناش هم بگیر. این سببش دادر عزیز و جوابش این است که همون قوم بی غیرت خودش، همون قوم خودش قومی است که پروای نماز هم ندارد، مسجد هم ندارد، آبادی دین هم نیستند. و الا برای آبادی باشه هم خیلی انسان میام اذان میتد. سلام داملای شیرین سخن، من یک خواهر اسلامی شما از شهر کولا. من به شما یک سوال دارم. من میخواهم که خواهر من با زل سپورتزال روم، آیا با دین اسلام درست است یا نه؟ التماس همین جمعه. نه خواهر عزیز نرو. سپورتزال برای چی میروی؟ چی حاجت به سپورتزالی تو؟ من جانبدار نیستم خواهر عزیز، به خاطر جانبدار نیستم که شما میروین در اونجا لباسهایی را برای شما میپوشانند که تمام بدنتون نمایان میشن. من برای آن که زن چالاک باشد، زن چقام باشد جانبدارم. ما را دادرامون هم باید، اینا بچه هامان امروز ببین چقدر ما گوشتینگیرهای خوب داریم، نامها و آوازهاشون به تمام دنیا رفته است. خدا بازم ظفرشون زیادتر کند، بازم خدای مهربان همین ننگ ناموسشون بیشتر کند. خیلی مرد است آخی. ولی مثال خواهرای عزیز وقتی شما لباسهایی را میپوشین که تمام بدن نما هست و این در اسلام ناجایز است، نادرست است، غلط است، خطا است و بنده گناهگار خدا میشوی. من خواهشم همین است که شما از جمله خواهرای شوین که مقصد معلومات های عالی داشته باشین. شما مثال همشیره شوقت شوین، متسستره میگیم، شما طبیبای خوب شوین، شما اگر راننده هم شوین، فقط رعایت کنین کوچه را، رعایت کنین لباساتون. امروز جامعه به زنها هم احتیاج دارند، زنها هم باید معلومات داشته باشند، فهمیش داشته باشند. ولی دادرای عزیز شما اگر زنی معلومات داره گیرین، زنی که دانش داره فهمیش دارد گیرین، در زندگی از زن نادان خیلی فرق میکند. با زن نادان ساز گرفتن بسیار مشکل است، برای وی علم ندارد، فهمیش ندارد، وی معرفت ندارد. ولی زنی که اگر علم دارد، دانش دارد، فهمیش دارد، اون کس هم شوهر تربیه میکند،
هم شوهر گویم احترام میکند، هم فرزندای خوب انشاءالله به وایه میرساند. ولیکن در سپورت زال ها باشین اینش دانید. شما کامپیوتر را یاد گیرین، با کامپیوتر مثال کار کنین، فرزندکاتون تعلیم داده توانین. ولی در این مسئلهش خواهرای عزیز هیچ وقت لباساتون تغییر نتین. خب اینش علاقه به ضرر جان شما حل می شود. سلام داملا حاجی میرزا. پدر من از مادرم 25 سال است که جدا هستند. یک پسر هستم. با مادرم زندگی دارم. من پیش پدرم میروم. برای من میگوید که خوردنی و پوشیدنی تو را به کله نگرفتم. میگوید که هیچ کس نفهمد که من پدر تو می باشم. او زن و فرزند دارد. من به پیشش روم یا نه؟ میخوام همین جمعه با سوال من جواب کن. دادر عزیز، اگر خواهشش نباشد که مثال پیش من نیا، نره، با که ندارد. شما همچو من میدانم که به خاطری که از خدا میترسی، به خاطری که احترام پدر به جا آید و تو پیش وی میروی، وقتی که میگوید من آب نان تو را به کله نگرفتم یا کسی نفهمد که من پدر تو باشم، دادر عزیز ترکش کن. بگذار که که وی خودش اگر اما عقلش و هدایتش بیدار شد و تو را سراغ کرد و همچو فرزند تو را لباستم به گردن گرفت، پوشاکتم، خوراکتم، تربیتم به گردن که گرفت، وی پدر تو هست. و اینقدر اگر از زنش ترسد و اینقدر فکر او فرزنداش کند و تو را فکر نکند، دادر عزیز بهترش ترک کردنه، سراغش هم نکن. سلام داملای عزیز، اکه حاجی میرزا. من یک خواهر اسلامی شما از ناحیه همدانی می باشم. یک سوال دارم. شما با این سوال من چی میگویه؟ من مادر 5 فرزند هستم. شکر خدا شوهر دارم، اما شوهرم عرق نوش است. دائم به خانه مست و الست میآید. یک روز بین ما جنجال شد و شوهرم قسم خورد که این بار آخران عرق نوشی هم هست. اگر تکرار شود تو به جای مادرم باشی. داملا با این سوال من چی میگویه؟ آیا شوهرم به من زندگی کند روا هست که شوهرم باز عرق می نوشد؟ قسمش را شکسته است. چی کار کنم؟ التماس با این سوال من جواب عمیق گردانید. یک مقصد قسم خورده است که تو به جای مادرم باشی، اگر بار دیگر عرق نوشم. عرق که نوشید، اینجا در نیت اون انسان فهمیدن در کار موافق مسئله ها و چی نیت کرده است. مثال به جای مادرم باشی به خاطر احترام گفته باشد که همین احترامی که مادر دارد مثل همون مادر تو در پیش من احترام داری گفته، یا نیت زیهار کرده باشد، خب یا نیت طلاق کرده باشد. اصلا در مردم ما به این گپ نیت طلاق میکنن. مقصد تو به من مثل مادرم باشی وقتی من عرق نوشم، مقصدش جدایی است، یعنی مقصدش طلاق است. انکه نیتی هم را پرسین چنده که باشد همون طلاق واقع شدگی است. مثال اگر در نیتش همین گپ هم میزند، در نیتش 3 طلاق باشد 3 طلاق شده است. اگر فقط نباشد چیزی و طلاق باشد، اینجا در می شود که با اثر نو نکاح کرده گیری. السلام علیکم دامنا. ما یک گروه مخلصان شما از شهر دوشنبه. شیعه مذهب چی گونه مذهب است؟ و ما پاسخی درست میدادید حاجی محترم. دادرای عزیز، شما میدونید که همه ما و شما اهل سنت و الجماعه ایم. شما همه میدونید که ما باید چگونه که امروز نعمتهای خدا را زیاد به ما داده است، همین اهل سنت و الجماعه بودن هم نعمت است. اینشان فراموش نکنید که خدای مهربان شما را عقیده اهل سنت و الجماعه داده است. ولی من اینجا در شرح نمیتیم که شیعه مذهب چی است، سلفیه چی است، تحریرش چی است. اینقدر میگم دادرای عزیز، شما به دندانهاتان مذهب امام ابو حنیفه را دارین، به دندانهاتان دارین، به تمام هستیتان در همین مذهب استادگری کنین. خدا خواهد خیر دنیا و آخرتان هست. هر کسی که میآید برای شما عقیده شیعه است، یا کسی میاد از سلفیه است، کسی میاد از تحریریه است، با اونا همین قگوین که برادر عزیز رحمت
ما با تو آشنا نیستیم، ما با تو مقصد ما داریم جایی که معلومات گیریم، ما داریم شخصیت هایی که از اونها حل مسئله را پرسیم. شما برادرای عزیز اونها را پشت دست مانین، همین مذهب تان قطعی رفتن گیرین، خدا خواهد شما خار دنیا و آخرت نمیشید. هر یک رویه دادرای عزیز امروز در تاجیکستان اونا غرضای شخصی دارن، فراموش نکنید. هر یک رویه ما نمیدانیم. مثال من به خودم اگر رهبر داشته باشم، من رهبر من نمیدانم او خانه سوخته مثال مالی کجا است، با کجا رابطه دارد، ولی من همچون خدا گفته و قرآن گفته و سنت رفتن میگیرم، ولی غرضای بالا را نمیدانم که آلی مرا برده کجا ده میسپاره. این هم شما اندیشه کنید. برای همین هر یک انسان امروز در تاجیکستان علل خصوص غرضای دشمنانه زیاد از دادرای عزیز. این فراموش از وقتی که با این انشاءات بزرگی راغون پیش گرفتیم، خدای مهربان برای این مردم ما نصیبش کند، دشمنای این ملت با بیشتر شدگیند. این هم فراموش نکنید. امروز به هر راه میخواهند که به دست خود ما همین مملکت و همین آرامی ما از دست گیرند. هوشیار شین دادرها. مذهب امام ابو حنیفه است، من مذهبم ابو حنیفه است. تمام عالمای تاجیکستان مذهبشون امام ابو حنیفه است. هزارها مفسر و محدث ها امروز مذهبشون امام ابو حنیفه است. دادر عزیز، کنی همون شخصیت هایی که شما را به دیگر راه ها دعوت میکنند، کنی یک خلل زلال در همین عقیده امام ابو حنیفه نویسن روان کنند. من از همین جا به نام خدا میخوانم عقیده امام ابو حنیفه چقدر صاف است، چقدر تازه است. شما یک عقیده طحاویه که تمام روی عالم اسلام عرب است، از افریقا است، از مصر است، از کجای باشد عقیده طحاوی میخواند. حالا که صاحب عقیده طحاوی کیست؟ ابوالعز حنفی، خودش صاحب حضرت شافعی مذهب و حنفی مذهب قبول کرده. عقیده او را امروز تمام دنیا میخواند. برای همین کوشش کنید دادارا، همین راحت تان در ایستین، همین طرزی که ما برای شما دلالت داریم قبول کنین. خدای مهربان ان شاء الله هم جامعه امان آرام، هم یگان خلال زلال در عبادت های ما و شما نیست. گذار ان شاء الله بخود شیعه تحریری سلفی چیزی هست نیست، نصیبت کند لکم دینکم ولی دین، دین خودت ای خودت، دینم از خودم. جواب برای تو. کوشش کنید دادر عزیز، با چهار تنگه را نبینین بعد دیگر دین فروشی و مذهب فروشی بعد سر شود. هر یک چیز ممکن است، هر یک یاردم ممکن است، ولی بعضی ها امروز در پایتخت مخصوص سپورتزال های هستند که بچه های ما و شما را میبرند اونجا در تعلیمات خواه باکس باشد، خواه کراته باشد، نشان میتنو در همون دین های شرکی که دارن همون در تبلیغشان دارن، خواه مردم خطای باشد، خواه مردم دیگر جا باشد. تبابت ها از همین تشید است. به پول تبابت میکنم به شرط که نمی رویه را قبول میکنی. برادر اینقدر گرسنه نشه، اینقدر چشماتون گرسنه نباشد. برای چهار تنگه دنیا دین تا و مذهب تا نفروش. برادر عزیز، السلام علیکم حاجی محترم. من یک مخلصی دائمی شما، از شما خواهش و التماس دارم با این سوال من جواب پر گردانید. اگر جوان با دست خودش را حرام کند، یعنی شهوتش را پس کند، حکم آن در نزد اسلام چیست؟ و در آخر در حق جوانان دعای خیر کنید. خدای مهربان این جوانای ما را پروردگار از همه کارهای ناشایان دور گردانه و خداوند توفیق و هدایتشان بازم مستحکم تر گرداند. دادرای عزیز، اگر گفتی مجتهدهای ما و شما، فقیهای ما و شما خوف زنا باشد، این حالت در دوستای خدا رخصت دادند. شما در جای هستین که گویم فقط همکارای تو، همنشینای تو فقط زنن، یعنی تو خودت هیچ دیگر داشته نمیتونه. این حالت اگر انسان با دست خودش شهوتش که قطع کند، این رخصت دادن. ولی اگه بیهوده و بهوده انسان اگر به دستش خود شهوتش پس گرفتن که کرد، اینا در پیشگاه خدا همچون گویم که جوابگر هستین شما. کسی که اگر فرج خودش محافظت نمیکند، در زیر تفسیر سوره مؤمنون اونم از جمله بنده های گناهگار هستند. برای این کار در شما چنگ نزنین. پیامبر گرامی بسیاری از کسانی که امروز امکانیت روزه گرفتن دارد، به روزه گرفتن دلالت کردند.
اگر شما گفتن استطاعتی زن گرفتن ندارین، شما روزه گیرین تا شهوتهای شما را خداوند شکند و از بین نابود کند. و اگر خوف زنا باشد، این حالت در رخصت شما آمده است. خوف زنا را فهمین دادرها. السلام علیکم، درود به شما برادر عزیز حاجی میرزا. یکم، مسلمان اگر قبر مردم روس را کند این درست است؟ اگر به اجاره باشد درست است. مثال یک انسان میاد روس است، دینش نصرانی است، دینش نصرانی است، بعد از آن برای ما تو میگه که 100 سامانید میتونم اینمی قبر بکن، کندنش درست است؟ با که نداره. بگی سوم 100 سومتا 50 سومتا شرطنامه کنین قبر شکنین درست است. خب دویم، فرزند بالای پدر و مادر چه حق دارد؟ فرزند البته بالای پدر و مادر حقهای این است که فرزند ختنه کند، فرزند نام خوب گذارد، فرزند پیش یک اهل علم برده تعلیم کند، فرزند از تا سن بلاغتش از لباس و از نفقه تامین کند، فرزند تربیه نیک کند. همه اینا حقهای پدر و مادر هستند. اگر زمین گفتگی های ما یک رعایت نشود یا اجرا نکنیم، همون پدر و مادرم پیشگاه خدا به خاطر حق فرزند اجرا نکردن همچو آدم گناهکار به حساب می رود. خب سیوم، برای چه حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم را جادو کردند؟ التماس جواب خوب دهید. برای چی پیامبر گرامی را جادو کردند؟ اکو این برای چی ندارد دادر عزیز. لبید ابن اعصم که حضرت عایشه مادرمون میگد مویهای پیامبر وقتی که شانه میکرد مویهای او را گرفت و از مویهای همون همراه جادوگرها رسول اکرم را جادو کردند و این جادو در جسد مبارک تأثیر کرد تا زمانی که قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس که نازل شد، پیامبر گرامی که این خواندند همه همون سختی ها و همه همون گویم که جادویی که در جسم حضرت بود همش نابود شدند. این در تقدیر پیامبر ما بوده است که او جادو ده می شود. هر یک انسان مقدرات دارد، تقدیر دارد، در تقدیر چیزی که باشه میبینی. برای همین دادر عزیز این هم یک حکمت دیگرش همین است که یک مهربانی خدا است که خداوند برای ما معوذتین داد، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس داد که امتای پیامبر دائم خوانین، اینها را در دستاتون دمین، در تمام بدنتون مالین تا که از این جنایتکارها، از این پلیدها، از این افلاس هایی که نام اونا جادوگر و فالبینن شما نجات یابید. بسیاری جوانای ما بیچاره در جادوها زدگیان. امروز خدا برکت یاد بسیاری برادرایی که رقیه خان داریم میروان از همون جنها خلاصشون میگردانند با قدرت الهی. انامونا بسیارشون مواردی انامون جادو قرار دادن. امروز کاش که همین حکومت ما هم یک قانونی میبرد که همین جادوگرا را نابود میکرد. اینا بسیار ضرر کلان دارن برادرای عزیز، به نام خدا بسیار ضرر کلان دارن. تصور کن که یک بچه را وقتی میبندن گویه میبندن در یک خانه نه، در دو خانه، هم خانه زن هم خانه مرد هم خیش و توار، یک مصیبت کلان است. چی دهشتایی است کی میکنه؟ یک انسان. این خیلی بدبخت هم زیاد داره. برای همین شما دائم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس خوانین، آیت الکرسی را خوانین، بدناتون مالین تا از شر اینا شما ضرر، از اینا ضررشون به شما نرسه. خب السلام علیکم داملای عزیز مهربان. داملای عزیز، درباره همون شخصانی که روز جمعه سحر بر وقت آمده در صفها با مانند تسبیح، جای نماز یا اینکه تاقی مانده جایها را اشغال کرده و پس از پی کارهای دنیایی شده بعد به سر شدن امر معروف می آیند، این مانع چندین آدمای راهداری می شود. در بین مردم خوانه تا اینکه عبرت شود. با احترام، مخلصان دائمی شما از ناحیه‌های دور. خب دوم، داملای عزیز، برای جوانان امروزه یک جمعه را بخشید که جوانان حاضرات چگونه باشند. التماس چندین بار شد که سوال میدهم اما جواب را نمیگیرم. خدا خواهد دادر از من درباره
جوانایی که امروز باید چگونه جوان داشته باشیم، من ان شاء الله یک جمعه را میبخشم. و دیگر اینکه بعضی هایی که آمده تاقی و سله و تسبیح و یا چیزی که ندارن میگذارن خودشون بر آمده رفتن میگیرن، شما حق دارین که تاقی داره، سله داره، بله و تریزه دمون همونجا شیطان بگیر، تو حق داری. و جای اون نیست، مسجد جای نداره. برای مسجد کسی جای مخصوص گردانده هم نمیتونه. حتی در یک جای دائم نشستن هم این ترک سنت ای خودش. برای همین است که فرضا را میخوانیم ببینین هر که پریشان میشد هر طرف برای سنت خواندن، به خاطری که بیشتر در بسیار جایهای دیگری مسجد چینی که هر یک جای نشستی تو شاهدی برای حق بودن تو در پیشگاه خدا میتید. برای همین هم تسبیح دارد، سله دارد، چیزی دارد، بر لوک ریزه دمانو شیشتن بگی بی پروا. این هم نادرسته. بله دادر عزیز. خب السلام علیکم حضرت محترم، شما رو خیلی دوست می‌دارم، از شما خوشنود هستم، چونین پیشوا داریم. یک سوال داریم، از ترس خدا جواب بگویید. فالبین ها پول مردم را میخورند، مردم را میگویند که ما علم غیب را میدانیم، خدا شما را نگه دارد. التماس داملا روشن جواب گویید. من جمعه گذشته درباره فالبین ها گپ زده بودم. شما اگر میتونین که همون جمعه گذشته را شما دریاب کنین، همون جمعه درباره فالبین ها و جادوگرها معلومات دادگی هستیم. ولی پول شما را که میخورند، شما را خدا عقل داده است. ما ده ها بار گفتیم، باز تاکید کردیم که در دهنمون خف نمان. شما هم عاقلانه رفتار کنین. شما هم پیش رای همون دختر تا بچه تا زن تا بگیر، خانه فالبین و جادوگر نروه. همه آن چی بود من جمعه گذشته گفتم. شما میتونین همون جمعه دا مراجعت کنین، از همون البته جوابهاش میگیرین. خب بابای حاجی، در محله ما نماز شام را میخوانند، اگر نانخوری دعوت شوند میروند و دیگر نمی آیند. نماز اینها قبول هست؟ در آخر در حق ما دعا کنید. ولی نمازشون قبول است ولی ثواب مسجد نمیگیرند. ولی نانخوری که رفتی آخر هم را به خاطر خدا و به خاطر دین و به خاطر مسجد گفتند. رفتی نان مرده که خوردی با گشته بیا. در بسیار جای همه عادت همیه که مثال در نانخوری ها اهل مسجد میگن، آخه به خاطر مسجد میگن تون. برای چی باید با مسجد پشتی سر میزنی؟ رفتی نماز تا که نان تا که خوردی با به سوی خدا شکرگزار بشو که تو اهل مسجدی و یک دو جادا فیرادت میکنن، مقصد یک دانک نان تا میخوری. برای همین با گشته بیا در همین مسجد نماز خفتن تا بخوان. پیامبر گرامی در حدیث مبارک گفتند لو تعلمون ما فی العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا. اگر شما بنده های خدا دانین که در نماز جماعت صبح یعنی بامداد و در نماز جماعت خفتن چه مقدار ثواب وجود دارد، اگر پایهای شما از زانو نباشد شما خطانه کشالکنه با مسجد می آیید. اگر شما دانین که در نماز خفتن و در نماز بامداد چه مقدار ثواب وجود دارد. برای همین البته نادرست است آدم گناهگار می شود وقتی که رعایت نمی کنه. اینجا یک دو سوال مرا داده بودن، حاضر بسیار ضرور گفتن جواب گوید که من اگر یا بموش جواب میگم، نیفتم دادر عزیز خدا خواهد جمعه آینده جوابش برای شما میگویم. بهترین چیز بخر یک 500 سومان در یک سهمیش بخر بیار در دستکش بتی، اینا بهترین. او خیرس پلنگی تر چیکارش میکنه؟ اینا درست است دادر از دخرین این چیزها را. یک کتابش بخر، یک قرآنش بخر، یک قالینش بیار. دویم رسول الله را کی جنازه کرد؟ رسول الله را کسی جنازه نکرد از دادر عزیز. رسول الله را 10 نفر در آمده از خرد و کلان، از زن و مرد، هر کس جنازه میخواند و میبرامد میرفت. این تا مخصوص امام ندارد وای خودش امام بودن.
کسی بالای رسول اکرم جنازه خواند. هر کس مردم میآیند 10 کس میدرآیند، هر کس جنازه خودش به خودش میخواند و برآمده میرود. سیوم، خب آیا رسول الله 63 سال پره عمر دیدن یا یگان ماه و روز هم شده است؟ بله، حیات پیامبر گرامی 63 سال بودند، ولی ماه نه بلکه 4 روز دیگه زم. 63 سال و 4 روز حیات دیدگی. همگی حیات پیامبر 63 سال و 4 روز. این خبری صحیح است برادر عزیز، همین است. خب 11 هجری بوده، گویم از حیات گذشتنشون 11 هجری بود، 12 ماه ربیع الاول بود، وقتی چاشت بود، وقتی گرمی روز بود که حضرت از حیات گذشتند. چهارم، خب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را کیها شستند؟ حضرت علی شستند رضی الله عنه، حضرت عباس با همراهی فرزنداش شستند و 2 تا غلام دیگرش، 2 غلام دیگرم که غلام‌های آزاد شده پیامبر گرامی بودند. یکتاش والله به نام والله علم با معنای شکران بود، همین خیلی نام داشت. 2 غلام داشتند، 2 غلام همراه حضرت علی، حضرت عباس و 2 فرزند عباس. حساب کنین 3 4 6 نفر پیامبر گرامی را شستند. شما ببینید که یک انسانی که بهترین موجودات و مخلوقات اینقدر عادی و خاکسار بودن که غلام‌های آزاده میشه، غلامی آزاد شده میشوش، جدا نمیکند، آدم جدا نمیکند. خب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را کی در قبر گذاشت؟ خدا نگه داره. این خب حضرت علی و حضرت عباس جناب رسول اکرم در قبر گذاشتگی. مایلش این معلومات خوبه، خیلی در ذهنتان باشد نرزه. کیها شستند؟ حضرت علی، حضرت عباس همراه فرزنداش، 2 غلام آزاد شدهش. کیها در قبر ماندند؟ حضرت علی و حضرت عباس در قبر گذاشتنش. جنازش کسی نخوانده است. هر کس 10 نفر می شدند، می آمدن به خودشان، هر کس نیت میکرد میخواند، بر آمدن می رفت. برادرای ما از شهر دور آمدند، از ریگر آمدن، حاضر خواهش کردند که همین سوالهای ما را جواب گردانید. خداوند قدم های همه شما در حسنات نویسد و خدای مهربان این نماز جمعه را از همه شما قبول گرداند و برادرایی که برای ما سوال ارسال کردند و فهمیش برای باقی مانده ها شد، خدا در هر یک کلمه این سوال برای این بندگانت اجر و پاداش نصیب بگردان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. آمین.